خیلی متشکرم که شبکه سر رو نگاه می‌کنید و همراه فوتبال برتر هستید. جناب آقای مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، مهمان امشب ما هستند. آخرین مصاحبه‌ای که با هم دیگه داشتیم تو همین برنامه شروع بکنم که اگه تو باشه ما راجع به قرارداد ویلموتس با هم صحبت کردیم و شما فرمودید که ما یه درسی در واقع گرفتیم از قرارداد کارلوس کیروش، سعی کردیم معایب اون قرارداد رو رفع بکنیم و دنبال یه قرارداد خوب هستیم با ویلموتس و به این هم رسیدیم. حالا الان بعد از این اتفاقا، بعد از اینکه ویلموتس رفته و کار به اینجا کشیده، نظرتون چیه؟ به نظرتون قرارداد خوبی بود؟ بله، من به نظرم قرارداد بسیار خوبی بود و امشب مفصل رو بعضی از بنداش صحبت خواهم کرد که چرا میگم قرارداد خوبی بود. برم واردش بشم اینا. نه شما فکر کنید، خودتون تصور کنید تو سفارت ایران در بلژیک هستید بدون هیچ وکیلی و نه اصلا اینجوری. بذار من پس برم وارد قرارداد شم. آخه تو بزه چون داستانه دیگه، گفتن یعنی بزنجانی هم حتی نمیشه چون قاطی میشه. بهروز بله آقای ایشون زمان آقای کیروش سرمربی تیم ملی بودن. زمان آقای کیروش بله کنار بودن چون رفیق آقای کیروش از زمان بودن. آقا من سوالم اینه، ایشون تخصصشون شکره، میدونید که نه آقا شما با یه کسی که در واقع تخصصش اینجوریه، ایشون تو تیم، ایشون فوتبال رو میشناسه، مربی‌ها رو میشناسه، باباش شکر داره. ظرافت‌های قرار دادن بعد بگم چه این فقط از دست چی برمیاد؟ آیا از دست شیچر برمیاد یا از دست من برمیاد یا از دست یادم؟ شما هفته پیشم که تو جلسه‌تون با آقای علی نژاد آقای زنجانی بودن 7,750,000 شما تایید می‌کنید؟ چی؟ تو قرارداد ویلموتس برای کل قراردادش ما 2,200,000 قرار دادمون. بچه‌ها قرارداد نشون بدن اون قسمت عددش، بعد کلش جمع کلش چجوریه؟ آیت جمع کل قرارداد 4 سال همون میشه دیگه. 4 سال 2,200 بله. ویلموتس وقتی به ایران آمد قرارداد خوبی وابستیم که رقم $3 میلیون نیست. بله. رقم قرارداد ویلموتس منطقیه ولی رقمی که خودتون اعلام کردید الان خلوش $3 میلیون میشه. 2,200 یوروه. خب بله یوروه. ما دلار ما از اولم یورو قرار دادیم. خب نه میدونم هر جا ازتون میپرسیدن گفتید نیست. من نگفتم، من 3 میلیون یورو و من اصلا با قراردادمون فقط با یوروست. بفرمایید. ما گفتید دلار نبوده پس تبدیلش رو میگفتید. تبدیل نکردید. کلا ایشون 29 روز کنار تیم بوده، 4 روز کنار مدیرا، 32 روز بوده کلا. چی؟ آقای ویلموتس مثلا بازی با کامبوج میکنیم 6,000 یورو پاداش میگیریم، درسته به نظرتون؟ ببین ما اولا بازی‌ها دونه فرق داره. بازی‌ها فرق داره. الان اینجا هستش مبلغ 6,000 یورو برای هر برد و 3,000 یورو برای هر تسلیم. این هر بازی نیست. و الان براتون من حالا اگه ان شاءالله آورده بودم اون چیزا رو میتونید بخونید و مبلغ فوق باید قبل از هر مسابقه رسمی پرداخت شود. در واقع درهم بود تو امارات، از امارات رفت ترکیه، بانک زراعت بانک ترکیه، درسته؟ بعد 150,000 یورو برای این ترانسفر پول دادین؟ نه اینه چی به شما گفت؟ حالا رسانه ملی توش دروغ هم خوبه. شما که نمیدونم نباید بگیم دیگه، شما که نمیگید. من نمیگم ولی شما شما چقدر پول دادید برای ترانسفر از امارات به ترکیه؟ میگه 3 ماه قرارداد رو شما اگر فسخ کردی اون اخراج شد، ما اخراجش کردیم بعد 3 ماه بهش بدیم. خب اگر هم اون خودش فسخ کرد بعد 3 ماه بهش بدیم. این دومیش منطقیه؟ اگر خودش فسخ شد و 3 ماه بهش ندیم. خب آقا خودش بلند شد رفت برچی واسه 3 ماه اون با فسخ منطقی فسخ. اصلا شاهکار اینجا اینه که میگه اگه تو رفتی فسخ کردی با فسخ چطوری میرن میکنن وقتی که شما یه منطقی برای فسخ داشته باشید. حالا این شما همین بند 1 رو ببینید، بخونید، شما بخونید اصلا بند 1 رو شما بفرمایید. شما بفرمایید. آقا این همین الان تو بند ترجمهش دارم اینجا براتون میخونم. حقوق بسته شده. حقوق چیه؟ همون 31 روزی که در عرفه. بله. چقدر 2,200 به قسمندی های مشخص. اگر ایشون فاکتور جدیدی ارائه بس هم بیاد بگید من قرارداد آقای سردار آزمون رو یا آقای طارمی رو رفتم بازگشتون رو دیدم، اینم فاکتور جدیدش، اینم پولایی فاکتور که میشه نهایت مثلا همین آفرین همین پولای جدید مبلغ معین، مبلغی که ما تو قرارداد ندیده باشه. این بند برای چی الان اینجاست؟ نه دیگه هست. خب آقا رو همین بند رفته شکایت کرده. منم میدونم. مگه شما ما قرارداد خوبی بستیم بهترین قرارداد خوبه. فقط پرانتز میگه مگر مبالغ نه همین پرانتز انگلیسی شد. شما من بگو من این نه اور اسرتن فی آقای تاج نه میشه چی میشه یا مبلغ مشخص. شما که میفرمایید فاکتور درست میگید سفر کرده غذا خورده اسپرسو خورده یه جا اون میشه استنباطه. این اور مثلا گفته که 3 ماه حقوق
یا مبلغ مشخص نه و مبلغ مشخص و میشه فاکتور و میشه بلیط هواپیما، سفر، هتل، غذا. این چون یا و این فراش خیلی زیاده دیگه. میگه 3 ماه حقوق یا مبلغ. ممکنه شما تو پرانتز بنویسید به علاوه هزینه‌های اضافی مثل سفر. این چیزی بوده که اعلام کردن. خیلی یعنی یک کلمه تو قرارداد شما رو 5 میلیون یورو میندازه. من میدونم. نکتهمون روی این پرانتز است. برچ اصلا شما نمیدونید. آقا من دارم خدمت شما میگم اون نکته. شما همین پرانتز مگه شکایت نکردن وکالت ویلموتس؟ کی نوشته این؟ اورو حالا شما اون اصلا نه وکالت. شما بگین حالا کی نوشته ما بنویس بدونیم. خود پیشنهاد قرارداد چی می‌نویسه؟ طرفایی که با هم میشدن مذاکره. خب سمت ما کی بوده؟ سمت اونا پیشنهادشون بوده قبول شده اینجا. خب همین آقای تاج این بندیه که اونا گذاشتن چیزی شما قبول کردی؟ 3 ماه شما گذاشتیم چرا اونا قبول کردن؟ نه اورسرتن فی اونا گذاشتن. آقا اونا زرنگی کردن دیگه تو پرانتز گفتن یا یه مبلغ مشخص. اونا این مبلغ مشخص از نظر ما 5 میلیون یورو. من نمیگم، من وکیلی که بوده میگه که تفسیر ما اینه. تفسیر سمت ما اینه. پس شما میگی ما برنده میشیم توی این دعوا. ما نمیگیم، ما وکیل نیستم. من هر وقت وکیل. پیش بینیتون چیه؟ خب بالاخره قرارداد شما بس شما مسئولیت این قرارداد رو عهده میگیرید. بس من الان وکیلی که گرفتم این وکیل بوده. حالا وکیل عوض شده. گفتن که این وکیلم میگه من فکر میکنم برنده. مشکل اینه که چند سالی شما یه در واقع سپر رسانه‌ای خیلی قوی داشتید که هیچ انتقادی از فدراسیون نشه، هیچ نکته‌ای مطرح نشه. آدمای مختلف جاهای مختلف بودن که فدراسیون شخص شما روابط خیلی خوبی با هم داشتید، حمایت می‌کردن و عادت کرد فدراسیون به اون شیوه. به این سپر حمایتی عادت کرد و الان که یه نقدی از کوچیک اصلا نقد قانونی، نقد حقوقی و نقد منطقی شما میگید نه مطلع نیستید، در جریان نیستید. ما به خود واقعا انصافا میگم ما چندین بار با بچه‌ها این قرارداد خوندیم و همه کسایی که فکر می‌کردیم مطلع هستن تماس گرفتیم باشون صحبت کردیم که کامل با اطلاعات کامل بیایم صحبت کنیم. امیدوارم که بحثمون کامل بوده باشه راجع به قرارداد و نکات مختلفش بررسی شد. به نظرم هفته‌های آینده کارشناسای مختلف در مورد این بحث